فیدبک. هیچ چیزی مثل فیدبک نمیتونه توی اجرای زنده مخاطبین و خواننده رو اذیت کنه. جالبه بدونید اینجور مواقع همه فکر میکنن مقصر تون ماستر یا همون صدا برداره، در حالی که اون بنده خدا از خداشه که بهترین اجرا رو بده، چرا که آسیب رسیدن به گوشهای مخاطبین و آسیب به بلندگوها میتونه براش خیلی گرون تموم بشه. حالا ما چیکار کنیم که فیدبک نداشته باشیم؟ اولا که فیدبک جزء لایه‌الفکی از اجرای زنده است و این اجتناب ناپذیره و تا حالا هیچ درمانی بهش پیدا نشده. اما اینکه میکروفون وقتی در مقابل بلندگو قرار میگیره یه محدوده فرکانسی ایجاد میشه که فیدبک تولید میشه. حالا ما چیکار کنیم که این فیدبک رو تا حد امکان پایین بیاریم؟ یکی از عوامل اینه که خود میکروفون رو چطوری نگه داریم تو دستمون. اگر به این شکل نگه دارن که من دیدم بعضی واکالیستا این کارو میکنن، این حرکت اشتباهه. خودش تولید فیدبک میکنه و میدان مغناطیسی ایجاد میکنه. نحوه درست گرفتن میکروفون این هست. و موضوع بعدی اینه که خب میکروفون باید یک فاصله مشخصی رو نسبت به میکروفون با دهن واکالیست در نظر گرفته بشه. وقتی این رو ما دورتر نگه میداریم، صدا بردار مجبوره که گین رو ببره بالا تا اون لول رو حفظ کنه و این خودش کمک میکنه به خطر فیدبک. نوع بلندگو و میکروفون هم مؤثر هستن که بعضا مقاومت بیشتری رو دارن نسبت به ایجاد فیدبک، ولی در کل این نکات رو اگر رعایت کنید خیلی کمک میکنه که فیدبک کمتری رو حداقل توی اجراهاتون داشته باشین. تا یادم رفته اینم خدمتتون عرض کنم، میکروفون های زیادی اگر روی صحنه دارید و بعضیاشون لازم نیست که روشن بمونه، اونا رو هم حتما در حالت میوت قرار بدید، چرا که تعداد زیاد میکروفون هم باعث ایجاد فیدبک خواهد شد.